که اگر مسلمان ها با یکدیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند، عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست. می توانند از قدرت بیپایان الهی استفاده کنند، می توانند از مقتضای سنت‌های پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یکدیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمان ها. قرآن سیاستش برای مسلمان ها اینه که ملت های مسلمان، گروه های مسلمان با یکدیگر همبستگی داشته باشند و که انه وعده میدهد که اگر شما این همبستگی رو ملت های مسلمان با هم داشته باشید، این موجب این است که عزت خداوند پشت سر شماست. یعنی بر همه موانع غلبه پیدا میکنید، بر همه دشمنان پیروز میشوید. حکمت الهی پشتیبان شماست، یعنی همه قوانین آفرینش در جهت پیشرفت شما به کار خواهد افتاد. این منطق قرآن و سیاست قرآنه. نقطه مقابل این سیاست دشمنان اسلام است، یعنی مستکبران، متجاوزان عالم. سیاست آنها تفرقه بینداز و حکومت کن است. مبنای کار آنها تفرقه افکنی است. این سیاست تفرقه افکنی رو در کشورهای اسلامی با انواع ترفندها اجرا کردند تا امروز هنوز هم دست بردار نیستند و موجب می شوند که دلهای ملت‌های اسلامی نسبت به هم مکدر بشود. اما امروز ملت‌ها بیدار شدند. من عرض می کنم امروز روزی است که امت اسلامی می تواند بر این ترفند دشمنان اسلام و مسلمین فائق بیاد. من عرض می کنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب‌های 2 تنی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند. این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما، اما اتاق فرمان یک جاست. از یک جا دستور میگیرن، از یک جا فرمان حمله به جمعیت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان رو دریافت میکنند. اگر این سیاست در یک کشور موفق شد، یعنی موجب سیطره بر یک کشور شد،
وقتی خاطرشون از یک کشور آسوده شد به سراغ کشور دیگر می روند. ملت ها نباید بگذارن. هر ملتی اگر می خواهد مبتلای به محاصره فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم رو باز کند، بیدار باشد. وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود رو با او شریک بداند، با آن ملت مظلوم و زیر ستم، با او کمک کند، با او همکاری کند تا دشمن اونجا موفق نشه. اگر دولت اونجا موفق میشد بشود، میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها سالهای متمادی از این حقیقت غفلت کردیم، نتایجش رو هم دیدیم. امروز دیگه نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه. ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال طلبی را، عزت را از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان، در همه کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی محکم ببندیم. این مطلب اول که امروز من خواستم عرض کنم. امروز بیشتر صحبت من با برادران لبنانی و فلسطینی است که دچار مشکلن که در خطبه بعد اونها رو به اونها عرض خواهم کرد. یک مطلب رو عرض کردیم. مطلب دوم اینه که احکام دفاعی اسلام تکلیف ما رو معلوم کرده است. هم احکام دفاعی اسلام، هم قانون اساسی خودمون، هم قوانین بین المللی، همین قوانینی که در نگاشتن اون قوانین ما تأثیری نداشتیم، اما حتی در همان قوانین هم این مطلبی که عرض میکنم جزو مسلمات است و او اینه که هر ملتی حق دارد از خاک خود، از خانه خود، از کشور خود، از منافع خود دفاع کند در مقابل متجاوز. معنای این حرف اینه که ملت فلسطین حق دارد در مقابل دشمنی که خاک او رو تصرف کرده، خانه او رو اشغال کرده، مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده بایسته. ملت فلسطین حق داره. این یک منطق مستحکمی است که امروز قوانین جهانی هم اون رو تأیید میکنند. فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستند؟ این اشغالگران از کجا آمدن؟ ملت فلسطین حق دارد در مقابل آنها بایسته. هیچ محکمه ای، هیچ مرکزی، هیچ سازمان بین المللی حق ندارد به ملت فلسطین اعتراض کنه که چرا در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی سینه سپر کردید. حق ندارن. اون کسانی که کمک هم به ملت فلسطین میکنن وظیفه خودشون رو انجام میدن. هیچ کسی بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن.
این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم منطق بین المللی به جهانی است. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن، دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. بنابراین همه این حملات، طوفان الاقصی که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت، یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. دفاع جانانه لبنانی ها از مردم فلسطین هم مشمول همین حکم است. اون هم قانونی است، اون هم معقول است، منطقی است و مشروع است و کسی حق ندارد دفاع از اونها انتقاد کنه که چرا شما در این دفاع وارد شدید. کار درخشان نیروهای مسلح ما در 2-3 شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود. کاری که نیروهای مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. رژیم خون آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هار آمریکا در منطقه. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. توجه کنید، نه تعلل دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اونچه که شتاب زدگی هم نمیشیم، اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود، در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت. در خطبه دوم به مسائل لبنان پرداخته خواهد شد و مخاطب اون خطبه برادران عرب ما هستند در کشورهای منطقه، لذا خطبه رو به عربی ایراد خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. احمده و استعینه و استغفر احمده و استعینه و استغفره و توکل علیه و اصلی و اسلم على حبیبه الرسول الاعظم سیدنا محمد المصطفى و آله الطاهرین و سیما علی امیر المؤمنین و حبیبته الزهراء المرضیه الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی بن الحسین زین العابدین و محمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین و جعفر بن محمد الصادق و موسی بن جعفر الكاظم و علی بن موسی الرضا و محمد بن علی الجواد و علی بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين وأسلم على صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى حماة المستضعفين وولاة المؤمنين. ارتأيت أن يكون تكريم أخي وعزيزي ومبعث افتخاري والشخصية المحبوبة في العالم الإسلامي واللسان البليغ لشعوب المنطقة والدرة لبنان الساطعة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في صلاة جمعة طهران، وسأتطرق أيضا لبعض النقاط. هذا الخطاب موجه للأمة الإسلامية جمعاء، إلا أنه موجه بشكل خاص إلى الشعبين العزيزين اللبناني والفلسطيني. نحن جميعا مصابون ومكلومون بشهادة السيد العزيز، إنه لفقدان كبير، بل لقد أفجعنا بكل معنى الكلمة، غير أن عزاءنا لا يعني الاكتئاب واليأس والاضطراب، بل هو من سنخ عزائنا على سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام، يبعث الحياة ويلهم الدروس ويوقد العزائم ويضخ الآمال. السيد حسن نصر الله بجسده، لكن شخصيته الحقيقية، روحه ونهجه وصوته الصادح ستبقى حاضرة فينا أبدا. لقد كان الراية الرفيعة للمقاومة في وجه الشياطين الجائرين والناهبين، وكان اللسان البليغ للمظلومين والمدافع الشجاع عنهم، كما كان للمناضلين على طريق الحق سندا ومشجعا. لقد تخطى نطاق شعبيته وتأثيره حدود لبنان وإيران والبلدان العربية، وستعزز شهادته الآن مدى هذا التأثير.
إن أهم رسائله قولا وعملا في حياته الدنيوية لكم يا شعب لبنان الوفي كانت ألا يصابركم يأس واضطراب بغياب شخصيات بارزة مثل الإمام موسى الصدر والسيد عباس الموسوي، وألا يصيبكم